این آشخانه واقع در شهر قورغونتپپا امروز جای رقابت است. زنان 30 محله شهر دوام یک ماه در یک هفته و یک بار اینجا جمع آمدند و در دایره یک آزمون شهری مهارتی آماده کردن قروتاب را نمایش می‌دادند. سلیمه یک نوع غیر معمولی این طعام را تهیه می‌کند و آن را قروتاب جیگری نامیده است. به حیرت آوردن مشتری به قول او باید یک جزء مهم استعدادی کدبانو باشد. در آزمون همین اصول را استفاده می‌کند. شما جیگر هم دارید. برای چی جیگر می‌کنید؟ با مزه می‌شود. لذتش بسیار با مزه می‌شود. خدیجه اسماعیلوی 69 ساله ساکن محله غیرت برعکس تهیه قروتاب را با شیوه قدیم میپسندد. میگوید اصول قدیمی و ترکیب قروتاب نباید عوض شود، یعنی محلول قروت، فطیر، روغن باشد و خلاص و بالایش پیاز ریزه. قروتاب اوقات وقات قدیم است که در مرد کارها در بچه‌هایی که تجارت میرفتن کار میکنن. ما بیشتر ایرا میگیم که ما تاجیکای خونم که قروتاب یعنی یک اوقات وقات گرم است. خانم اسماعیلووا بر این است که پختن قروتاب با اصول قدیم سنت است و باید در آن تنها فطیر استفاده شود که با مسکه و یا روغن شیر گاو آماده شده است. وادی قروتابای گوشتی نو در وقت قدیمه همین قروتابی و قروت بود. چون این باورهای میان تاجیکان کوهستان معمول است که در فصلهای الهیده یا عید غذای مخصوص باید بخورند. مثلا در زمستان و در عرفه بهار برای نگه داشتن نسل حیوان از خوردن گوشت پرهیز می‌کردند. به اعتقاد آنها این زمان رعایت حقوق حیوان بوده است. ظرفی قروتاب خوری میانی هواداران این نوع طعام مهم دانسته می شود چون طعم واقعی طعام را نگه می داشته است. کدبانها قروتاب را برای مهمان تنها در طبق چوبین و اکثرا چهارمغزی می آورند. آرایشی دسترخوانی که در آن طبق قروتاب را می‌گذارند یکی از طلبات مهم آزمون قروتاب دانسته می‌شد. آرایش هم داوران را به حیرت می‌آورد. معمولاً قروتاب را در تاجیکستان زنها آماده می‌کنند. برای سعید جان ساکن محله بهار قورغونتپپا با دست خود آماده کردن این طعام لذتی دیگر دارد. سعید جان در آزمون جای سوم و 1000 سامانی جایزه گرفت. دستوری رئیس شهر تمام رئیس‌های محله امروز جمع‌بستی بهترین قروتاب را پیشنهاد کرده استادند. هدف در آن است که باید طعام‌های ملی تاجیکی را باید ما با جوانان با امروزه جوانان با طرز درست آموزانیم. همین طور قروتاب محله وحدت 2 شهر قورغونتپپا را داوران سزاوار جای اول دانستند. محله نوبات را مقام دوم دادند. برای جای اول 2000 و برای جای دوم 1500 سامانی. با وجود اعلان غالبان مهمانان نمیخواستند آزمون را ترک گویند چون که دل کندن از این دسترخوان و هم قروتاب آسان نبود.